السلام علیکم. علیرضا امروز اومدیم که یه ویدیو بگیریم ولی ایشون قراره بگیری چه ویدیو. خب چه ویدیویی قراره بگیریم؟ خدافظ. بیا دیگه. شعر عجیبیه. آدم‌ها عجیبی. نیمه تاریک، مرد دو چهره. وقت اینه که بریم سراغ میم. جهان میم. میرسی جهان میم یکی از بزرگاشو از دست داده به تازگی. کی؟ خواهی دید. بریم با هم ویدیو رو داشته باشیم. Let's go. این ویدیو تقدیم می شود به کابوسو، یادش گرامی باد. چه پسری؟ من پسر نیستم، من وایکینگم. پسر که بچه فلسطین. خب اونم به شما اینا رفت. چیه؟ اینا چیه؟ خیلی خوب. دافولی صرفه جویی. $1500 نه بخت. خواره چه $20. چرا باید $3500 به شرکت اپل بدی تا بتونه بهت چیزهایی رو نشون بده که وجود ندارن تو دنیای واقعی، در حالی که میتونی $20 بدی ماشروم بخری مصرف گیاهیش هست و چیزهایی رو ببینی که وجود ندارن واقعا؟ چرا باید بری ورزش کنی تا بتونی یک دیوار رو تکون بدی سرعتش هم بیشتر؟ وقتی میتونی یک مقدار الکل بنوشی و دیوار خود به خود شروع کنه به حرکت کردن؟ سرعتش هم بیشتر. وایکینگ باهوش. About 300 argument the reality versus 200 argument the reality argument که چیه؟ خب بریم ممه بعدی. اثبات وجود الله اثبات وجود خدا هولی بیبل. اثبات وجود مرد عنکبوتی. جالبه. تشکری هم بکنیم از اسپانسر این ویدیو. ایشون درست کرده زشت بردارم. آره نشد برش داریم بگرنه. حالا بالاخره اسپانسر شدی دیگه بعدا معروف میشی انشالله. داستان آواتار راجع به یه نفره که واسه این که بتونه یه بیگانه بذاره به هم نوعهای خودش خیانت میکنه. عجب چیز آدم کسی گوشتیه. عجب سوسیسیه، همش گوشته. گوشتیه. خون بیگانه دیدی که آقا این کار اینجا رو چرا اسپانسر ما داریم زحمت من میکشیم نکردم. تو نمیدونی چه بلای سرم آمده. اسپانسرمون یه اسپانسر دیگه داشته که از اسپانسر گرفته خلقدیش برای نکنید زشته. زحمت کشیدن اونا. ما داریم زحمت منبعتون میکشیم. بگین این ویدیو داره تو یوتیوب. نکن بابا نکن، من احساس اهمیت نمیکنم. این ویدیو یوتیوبه؟ والا هر چقدر گشتم مثل این که انجمن علیرضا حذفش کرد. خیلی میخواستم پیدا کنم راهکاراش میتونست زندگی منو دگرگون کنه. علیرضا میوه بخری؟ آره دیگه. حالا ما یه سی بی اف هم بگیری حالا نه بیشتر شد. بریم بفرما. بریم وقت تجارت وایکینگی است. وایکینگ ها در ایران آیا طبق نوشته های تاریخ باستانی وایکینگ ها لور بودن؟ تکذیب میکنم. وایکینگ ها ترک بودن یا شاشین و که آذربایجان. ماماندوزی داره آقای همین آقا رگناره دیگه. اینا رو شباهتش رگنار فکر نمی‌کنم واقعیه. شلوارک بپوشه. نه پای پشمی شلوارک. نه ماراتونی برای برابری جنسیتی men 10 kilometers women 5 kilometers. حتی موقع برابری جنسیتی هم مردا رقمشون بالاتره. با این اسپانسر زحمت کشیده حالا اینم من حذف حذف نکردم. ای خودشون بابا حذف کردم. برابری جنسیتی
مثل واقعی نیست، انیمه است. چی؟ یارو چیزه من چه بدونم. چرا فقط ما انسان ها بعد از بلوغ هم شیر میخوریم؟ خب چون ما سوپرمارکت نداریم. هی ماری میذاری یکم ازت شیر بمکم؟ وقتی این مدلی حرف میزنی من هوس میکنم برم اون ویدیو رو هر جوری هست پیدا کنم. گوینده بزرگ آقای علیرضا خفه عملی منحرف. ملاحظه نموده. جالبه. یعنی گاوهای مرد نمیتونن پرتوف بزنن برای گاوهای ماده؟ چرا باید دوزشه. برعکس رفتی؟ این نره دیگه، نر باید برای ماده چیز بزنه دیگه. واسه چند تا ماده پرتوف زدی؟ برعکسه. نه خب توف جای دیگه هم میتونه استفاده بشه. اصطلاحش به همون است. حالا بالاخره بازم اسپانسر ما رو هی سانسوری. اینم کار من نبوده. اسپانسر ما شیر پایجم. ارون کیا باجا متهم به فعال کردن هشدار امنیتی برای دیدن بالا و پایین شدن بوبزهای همکارش موقع دویدن شد. عادی بخونی چه مدل خود داری. ولی خب تو یه اسطوره‌ای. آرون کیا باجا خاله تو دماغشه. دماغش به بوبزهای همکارت نگاه کردی؟ خجالت نکشیدی؟ مرتی که مسئله اینه که هشدار امنیتی رو واسش فعال کرده. بوبز چی؟ ویدیو تعطیله. برو بریم. نکن تو دلت نمیتونم تو دلت ویدیو میخواد. خب خیلی خوب چیز دوستان ریاضی دوست، خود من که پاره شدم سر این مبحث. fx gx f در gx f اون رفت توی g o fx. حالا این رفت سیویلاش خوبه، سیویلا رو خوب در آورده. منو به فکر انداخت که اگه استالین واقعا با باکس بانی وارد رابطه بشه بچه هاشون چی در میاد؟ فکر کردم هیتلره که بس چه بس خود چجوری فکر کرده اینونه؟ هیتلر اینجاست، اون اینجاست. نمیزد. اون اینجاست. فقط اینجا رو میذاشت. ولی نکته رو یه ببین. ویدیو باید بذاریم مجازاتش سیویل هیتلری هفته تو خیابون. هر شب بریم کافه با سیویل هیتلری. تو دومین کسی هستی که این مجازاتو به من این هفته گفت و من رد میکنم. ولی نکته عکس کجاست؟ ببین استالین سیبیلاش پرپشته، باکس بانی درازه. ترکیبشون چی شده؟ سیبیل کلفت دراز. جالبه. خیلی خوب بریم میم بعدی. کسی که اصطلاح روم سیاه رو به وجود آورده یه نژاد پرست بوده. تا درودی دیگر بدرود. دیگه دیک به دیک میگه رود سیاه. شهر عجیبیه. ما باید عادی سازی کنیم. اگه یه چیز نیاز به عادی سازی داشته باشه پس اون عادی نیست. fucking true. fucking استاد جواد خیام. رایان گاسلینگ. جمله‌ای از جواد خیابانی. اینجا اسپانسر بوده. احساس کنم ممه های آقا هست و اسپانسر نبوده. شاید خواستن عادی سازی کنن. خیلی خوب. این اپلیکیشن من راجبش خیلی تحقیق کردم. صرافی. متوجه شدم که تیم برنامه نویسیش و ایده پردازش از دانشگاه ما بوده. متوجه شدم که چرا انقدر خارج ماتریکس. آینده درخشانی داریم. امتیازش هم 4 و 7. کارشو مطمئنم به خوبی انجام میده. خوبه. تومانا رو میریزی بهت ریال میده. منطقیه. خب این جالبه. ولی تفاوت عکس در چیه؟
رونالدو همه دارن جام میخورن، رونالدو داره کام نارگیل میزنه. نارگیل کام. چرا؟ رونالدو مصری با رونالدو جام جهانی نداره. ولی این چیزی از ارزش‌های رونالدو 2 توپ طلا داره که به همین توپای طلا میارزه. 2 تا فقط؟ 2 تا. بیشتر داشته؟ بونی جورجینو اون 2 تا مخصوص رو هم میکنه. نگاه اقتصادی. فیلم میتریکس رو دیدی؟ میتریکس میتریکس رو دیدی؟ ولی خوب. خیلی خوب. شاید الان واسه تو هیچ تفاوتی ایجاد نکنه که آب سرد رو باز کنی یا آب گرم، ولی این انتخاب میتونه تو رو در ماتریکس نگه داری یا از ماتریکس خارج کنه. بگو ببینم کدوم آب رو باز میکنی؟ دوتاش با هم. شما دچار ماتریکس گرفتگی شد. مادریکس. درود بر مورفیوس. بابای ماتریکس بابا نمیشناسمش. خیلی خوب. خانم ها آقایان و پس جنسیت حل شد. خب نظرت راجع به زن و مرد چیه؟ به نظرت به این چی روابط میخونی؟ خفه شو ساکت چه خودم آقای میخونم می‌دونی. آبروی دکتر جماعت بود. والا دکترها بد مینویسن بد نمیخونن که. خانم ها و آقایون مبحث جنسیت حل شد. خب نظرت راجع به زن و مرد چیه؟ به نظرت بینشون تفاوتی وجود داره؟ والا جفتشون یه مزه رو میدن. او این آقای آدم میخوره. شاید هم مال آدم آره. میخوره. برای آدم مال آدم خود آدم همه رو میتونه بخوره. ولی فکر نمی کنم مزهشون یکی باشه. ماهی و ماهیچه و قطعا فرق داره. میتونیم امتحان کنیم. ویدیوی بعدی اگه لایک های این ویدیو به 1 میلیون برسه ما این فکت رو امتحان خواهیم کرد. بعدش از یوتیوب خداحافظی میکنیم. بعدش با FBI قراره. وقتی نسخه جدید کارتون های حماسی بچگی رو میبینم شما به طرز فجیعی ناامید کننده اید. آره این بنتن جدید این شکلی شده. مثلا بله. بنتن مگه جدید هم میاد. بله. تام و جری هم دیدی این شکلی شده. مثلا اومدن بگن گرافیکش رفته بالاتر ولی بیشتر شبیه نقاشی. بابا تام حرف میزنه با جری. اصلا منطقی نیست. پلنگ صورتی البته اون قدیمی قیافه تره. اون زنه رو فکر حرف کنم نشون میدن دیگه جدیدن. نه یه زن توپل سیاه بود فقط پاهاش ندیدم معلوم بود. من ولی خوب پاهایی داشتی ما تو شکل بچگی این سطح نمیفهمیدیم درست میلف بودی. جگرسرای هانیبال افتتاح میگردد. یکی از بچه‌ها واقعا رفته اونجا. اون میتونه تایید کنه که الان بین گوشت زن و مرد تفاوتی وجود داره یا نه. میتونیم بریم همینجا ویدیوشو بگیریم بفهمیم واقعا تفاوت. ولاگ هانیبال دکتر. به هر حال هر کی میره اینجا غذا میخوره خیلی تخم داره دیگه. جای هر کس نیست. آدم خور وامپایر. این سنگینه. Daddy, not now, son. Daddy, not now, son. Dad, not now, son. Son. Yes, Daddy. Why you bully me? از جامعه پزشکا معذرت خب میخوام. من فقط تو خوندنش بلدم. حالا بگو چی شده. نه البته یه چیزایی مشخص. پسره باید عادی سازی بشه. او بچه علاقمند بوده به اینا شبیه BDSM. این علیرضایی بوده که دوستاش اون ویدیو رو دیدن. متاسفانه من از دستم در رفت. ای بابا ای بابا. بابا علیرضایی که لاکار گیر کرده. وقتی به یکی که گل میکشه میگی معتاد، وقتی به یکی که الکل، وقتی به یه الکلی میگی معتاد. میگم That's هرچی رو fucking- گل نکه. Why you bully me? قلیون بکشیم چش.
تریاک داداش، من تریاک میکشم. اشیا پاک ولی این فقط یه بار تو تیوا بخوری شد. نه 2 بار 3 بار بعد از ای بابا. ولی خب این فاکینگ وقتی به یه الکلی میگی معتاد یارو یه غم عالم میاد. آره داداش I know. درد I عشقی fucking کشیدم، know ولی about وقتی به یک بچه سال گلی میگی مقاومت میکنه. اما سپر خسته بگی احتمالا یه پیام میفرسته واسه با گریه فوش میده. جالبه. دخترایی که یه عمر همو میشناسن در حال بحث سر اینکه کجا برن، پسرایی که فقط 10 دقیقه از با هم آشنا شدن وقتی یکیشون میگه میخوام برم جبهه. این حرف در وصف این باید بگم که یک شب خیلی رندوم علیرضا به من زنگ زد و گفت بیا امشب بریم شمال صبح برگردیم. خواستیم من- بلاگشو بگیریم و اونش گوشا. صبح بریم شب برگردیم. گفتم منطقی نیست ولی خب بریم. و اونجا من زنگ زدم به یکی از دوستای دیگم که یه بار شاید در 1 ساعت علیرضا رو دیده بود و ما 3 تا بدون اینکه بدونیم چی شده چه اتفاق کجا داریم میریم، اصلا کجای شمال داریم میریم، رفتیم شمال، رسیدیم به آب دیگه. طلوع خورشید رو دیدیم، برگشتیم. خیلی هم منطقیه. 10-12 ساعت رفتیم شمال. اگه میگی منطقی خیلی نیست خوش گذشت. یک ضد واکینگ کثافتی. به شدت زیبا. خب بچه ها مرسی از اینکه ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. البته امیدوارم تماشا کرده باشید. امیدوارم که به اندوخته هاتون اضافه شده باشه، مثل اینکه وایکینگ ها لور نیستن. کامنت ترکن. و سابسکریبه یادتون نرود. دارم گو میخورم بدولم و اینکه ویدیو رو پلمیر هم پیدا میکنم. و اینکه آره دیگه اگه اون ویدیو رو شما پیدا کردین حتما برای من ارسال کنید. همه ما نیاز داریم که یاد بگیریم چجوری علیرضا رو آره را میکنیم. ما اینجا عضو مهمون جدید جدیدی. دوکینگو داریم. من بعد تو سیکینگ. ویدیوها سعی میکنه باشه شدیم سیکینگ. آقا لیو گولا گولا سلام علیکم حال شما. چه اگه پسری. ویوهای این ویدیو به 10 میلیون برسه آقا ویدیوی لیو براتون بعدی شیک میزنه. ویدیوی بعدی آموزش درست کردن همبرگر با آقا لیو خواهد بود. گل پسره. خب آقا لیو آره دیگه همه کارهایی که باید بکنید رو بکنید دیگه. ما مربوط نیست. یه انجای بعدش با شما. وایکینگ ها را حمایت کنید. قربان شما خدا نگهدار.